روزی روزگاری در یک شهر کوچک، مردی به نام امیر زندگی می‌کرد. او یک راننده با تجربه بود و همیشه به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام می‌گذاشت. اما یک روز در حین رانندگی ناگهان یک ماشین دیگر به او برخورد کرد. خوشبختانه هیچ کس آسیب ندید، اما امیر نگران بود که هزینه‌های تعمیر ماشینش چقدر خواهد بود. امیر به یاد بیمه ثالثی که گرفته بود افتاد. او با آرامش به شرکت بیمش زنگ زد و توضیح داد که چه اتفاقی افتاده است. کارمند بیمه با صدای گرم و دوستانه به او اطمینان داد که بیمش تمام هزینه‌های مربوط به تعمیرات را پوشش می‌دهد. امیر احساس راحتی کرد و از اینکه برای چنین روزی آماده بود خوشحال شد. چند روز بعد ماشینش تعمیر شد و او دوباره به خیابان‌ها برگشت. این تجربه به او یادآوری کرد که داشتن بیمه ثالث نه تنها یک ضرورت است، بلکه می‌تواند در مواقع بحرانی به او آرامش خاطر بدهد. از آن روز به بعد امیر همیشه به دوستانش توصیه می‌کرد که بیمه ثالث بگیرند تا در برابر حوادث ناگهانی محافظت شوند. این داستان نشان می‌دهد که بیمه ثالث می‌تواند در زندگی روزمره ما نقش مهمی ایفا کند و به ما کمک کند تا با آرامش بیشتری به زندگی ادامه دهیم.